درم لمر چند نفر با چاقو سرش حمله کردن و بسیار در یک وضعیت بد قرار داره. دوستای عزیز، یک ساعت پیش است و ما پلیس زنگ زد. تقریبا یک ساعت پیش من خودم شخصا فعلا حرکت میکنم طرف فرانکفورت. خدمای اونا هم شعار افغان نیستم میدادن. کسایی که اسم و جای و مکانشان معلوم نیست فکر کنم با چاقو سرش حمله کردن و بسیار در یک وضعیت بد قرار داره. ما در راه هستم میایم طرف فرانکفورت. هر ران بیناموس، هر ران بی غیرتی که دست به همچو عمل زده، حالا برادر من لمری که افغان هستی که نیست، همه قدر از قوم خود ما بیزار شدیم، همه قدر بیزار شدیم که ما را از امو تاجیکیت هم تیر، ما را امو تاپهایی که میزنیم که پشتون شمالی هستی، پشتون پروان هستی، از همین مردم پشتون یک روز توهین و تحقیر به آدرس خواهر مادر خود نشنیدیم، یک روز بیننگی و بیناموسی از آدرس از همین مردم ندیدیم. هر آن قدر که ما آمدیم در صفحات اجتماعی که خیر از به تبار ما به قوم ما توهین نشه، این بیناموسی و بیننگی، هر آن کاری که در مقابل ما، در مقابل فامیل ما توهین به خواهرم مادرم صورت گرفته، کلش از آدرس قوم ماست. ما از قومم بیخیتر امروز باعث یک تاجک واقعیت نامردی و بیغیرتی و بیننگی کنای میگن افغان نیستیم واقعا دیدم و برم ثابتم شد. در ولایتتان سمتتان امروز طالب در لب دریایتان توت تلخان زده میره. شما بیناموسا و بیننگا امروز قلدریتان زورگویتان در صفحات اجتماعی شده. شما خو غیرت و نامردی و بیننگیتان ای است که فقط از پشت حمله بکنین. اگر مرد روی در روی هستین، دانه دانه از هر ولایت که هستین، گور پدرت که افغان هستی، گور پدرت که افغان نیستی. با والله قسم پایم در فرانکفورت برسه، اگر یک دانه تان از پیش ما خطا خورد که از ما کرده انسان بیناموس، انسان مردگو کسی نباشه. غیرت نکردین غیر از که در تیک تاک در صفحات اجتماعی اخطار بده، عکس زن مردم بالا کو، عکس خواهر مردم بالا کو. یک روز این نامردی و بی‌حیثیتی و بیننگی و بیناموسی که ما تصویر ناموس کسی را در لایف خود بلند کرده باشیم، از آدرس ما هم چیه کار در صفحات اجتماعی نشده. و باز ما همو جوانای غیرتی که عکس زن مردم بلند میکنین و اخطار میتین، ای کاش که مرد ازی باشین مستقیم روبروی در مقابل یک شخص استاد شوین که باز ما بفهمم که شما چقدر غیرت دارین، چقدر نامرد هستین.